فردا منتقلت میکنن زندان. تو برو آب خنک بخور، شریکت هم تنهایی با طلا بره شوهر. شاید گاهی برات پول بفرسته. نه بابا، یه ماشین مدل بالا میندازه زیر پاشو و میره خانوم بازی. تو بار و کافه پولا رو خرج میکنه. تو هم بمون این تو تا بپوسی. کمیسر کمال، همون دوستم که با هم رو تاکسی کار میکردیم، به خدا همه چیز زیر سر اون بود، من بیگناهم. خونه این دوستت کجاست؟ بلدی خونه شو؟ فریده کجا مونده؟ من برم یه نگاهی بندازم. چرا نمیای تو؟ مثل اینکه اینجا بیشتر بهت خوش میگذره. الان میام. بیا بریم، بابات هم نگران شده. خیلی خوب، تو برو، منم الان میام. تو چته؟ جلوی بابات عزیزم و جونها میکنی، بعدش میای بیرون با این قرار میذاری و خوشو بش میکنی؟ چی میگی تو؟ درست صحبت کن. فقط به خاطر فریده هیچی بهت نمیگم. اگر نه نشونت میدادم. فریده تو هم بهتره بری پیش بابات. میبینمت. دیگه همدیگه رو نمیبینی. با پدرت حرف زدم، بهش گفتم که از این خونه راضی نیستیم، از اینجا میری. این چرت و پرتا چیه میگی؟ اینجا خونه منه. داره نگامون میکنه، بهتره بحث نکنی. اتفاقا بیا بحث کنیم. جدی میگم، بیا بحث کنیم. حتی به نظرم بهتره برم و این بازی مسخره رو دیگه تمومش کنم. چی رو تموم کنی؟ فریده صبر کن. بابا جون. فریده. بابا باید در مورد یه موضوعی با هم حرف بزنیم. بابا من به تو و مامان دروغ گفتم. فریده. من از این آدم جدا شدم. با یه زن دیگه به هم خیانت کرد، ولی به خاطر اینکه شماها ناراحت نشید. نه بابا جون اینطور نیست. فریده زیادی بزرگش میکنه. چیز مهمی نبود. شما مردین، میفهمین من چی میگم. اصلا مهم نبود. واقعا بابا. تو کتت کجاست؟ زود برش دار، بعدش هم برو به سلامت. بابا پسرم کاری نکن پلیس رو خبر کنم. دخترم تو رو نمیخواد. بابا آروم باش. گفتم به سلامت. وقتی رفتی درم پشت سرت ببند. بابا جون.
مامان چی کار میکنی؟ همش به این هولیا میگم داخل این پریزا رو تمیز کن، اما یادش میره. مامان میدونی ساعت چنده؟ هیچ چیزی اونجوری که من میخوام پیش نمیره. ببین این پریزا چقدر کثیفن. پدرتون میخواد منو طلاق بده. تو و دافنه هم از من متنفرین. مامان این چه حرفیه؟ این همه زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم، ولی فایده ای نداشت. تو و دافنه هم منو ول میکنی، میرین پیش پدرتون. منم توی این خونه بزرگ و مزخرف تنها میمونم. مامان ما هیچ وقت تنهات نمیذاریم، همیشه کنارتیم. گریه نکن، تو رو خدا گریه نکن. از کمال خبری شده؟ حالش خوبه؟ زنده است؟ چرا هیچی نمیگی؟ ما خودمونم دنبالشیم. شما هم سرشی؟ بله، ولی خونه نیست. منم دارم دنبالش میگردم. فرار کرده. فرار کرده؟ کمال فرار نمیکنه. چرا فرار کنه؟ شوهرم منو دوست داره. داشت برای به دنیا آمدن پسرمون روز شماری میکرد. شوهر تو یاوز شبونه رفتن تو خونه یه پیرزن و طلاهاشو دزدیدن. از این خبر داری؟ چی؟ یاوز اعتراف کرده. الانم باید خونه رو بگردیم ببینیم طلاها رو اینجا قایم کرده یا نه. بریم. بیا اینا رو بگیر. اینا رو از کجا آوردی؟ برای بچه خریده بودم. بالاخره زایمانت خرج داره دیگه. اگه یه وقت لازم شد بفروش. مامان چه خبره؟ نه ترس عزیزم، چیزی نیست. ایلول نامه داری؟ تو پانسیون فقط یه ایلول داری مگه نه؟ به دوست پسرات بگو ایمیل بزنه. مگه عهد دقیانوسه که هنوز نامه می نویسن؟ زود باش باز کن دیگه.